شما نگاه کن، این بالکن خونه ماست توی تکیردا نزدیک استانبول، شهر نزدیک استانبوله. طبقه 5. اینجا تازه دارن میسازن. این زمین ها کم کم ساختمون میشه. استخر داره، فعلا زمستونه استخرش استفاده نمیشه. ولی ببینین امروز عجب مهیه. اینجا در شرایط عادی اینجا دریا رو باید ببینین، هیچی معلوم نیست الان. من که خودم عاشق مهرم، شما چطور؟ این کنار اینجا در واقع سایته، کنارمون هم ساختمونه، دقیقا مثل همین ساختمون خودمون. همین طرف، همون طرف. اون گوشه نگاه کنیم پارک برای بچه ها هست، پارک بازی. همین دیگه. حالا بگین شما هم مه دوست دارین؟ دوست دارین توی همچین شهری که مه میشه زندگی کنید؟ فعلا